سلام رفقای گیمر. اگر دنبال یک تجربه تمام عیار از جنگ‌های تمام مدرن هستین، یک بازی که آدرنالینت رو بزنه بالا و نفست رو حبس کنه، جایی نره، چون امروز قراره با هم بریم به سراغ یکی از مورد انتظار ترین بازی‌های شوتر نسل جدید، یعنی بتلفیلد 6. سری بتلفیلد همیشه یکی از ستون‌های اصلی بازی‌های جنگی اول شخص بود. از نبردهای تاریخی در بتلفیلد 1 گرفته تا جنگ‌های آینده نگرانه بتلفیلد 2042. این فرانچایز همیشه دنبال خلق تجربه سینمایی و پر از هرج کنترل شده بود. اما حالا بتلفیلد 6 قرار با یک تحول اساسی برگرده، نه فقط یه بازی بلکه یک انقلابی در سبک بازی شوتر چند نفره. یکی از اولین چیزایی که توی بتلفیلد 6 توجه تو رو جلب میکنه توازن بی‌نظیر بین آشوب و استراتژیکه. تو با یک سیستم تخریب پذیر فوق پیشرفته طرفی، دیوارا فرو میریزه، برج‌ها میافتن، ماشینالات غول‌پیکر میترکن و توی همه اینا بازیکن‌ها دنبال برتری تاکتیکی میگردن. از تفنگ‌های مدرن سبک گرفته تا لیزر، گجت‌های هوشمند و حتی ربات‌های همراه، تانک‌های آینده نگر، هلیکوپترهای تاکتیکی و جت‌های جنگی سریع و حتی موتورسیکلت‌های رسمی مخصوص. موفقیت در بتلفیلد 6 بدون کار تیمی غیر ممکن. همکاری بین بازیکن‌های مختلف و استفاده درست از تجهیزات و تعامل با محیط رمز پیروزی تو در هر نبرد. در بتلفیلد 6 با بزرگترین مپ‌هایی طرفیم که تو تاریخ سری ساخته شد. از بیابان‌های آفریقا گرفته تا پایتخت‌های آینده‌نگر آسیا. هر مپ مثل یک فیلم سینمایی طراحی شده. طوفان‌های شن، رعد و برق، زلزله و باران‌های شدید، همه اینا نه فقط زیبایی بصری دارن، بلکه گیم پلی را به طور واقعی تغییر میدن. مثلا ممکنه ساختمان را خراب کنه یا دید دشمن را مختل کنه. یک تغییر بزرگ در بتلفیلد 6 استفاده از AI سطح بالا برای کنترل دشمن‌ها و هم‌تیمی هاست. اگر نتونی با دوستانت بازی کنی، بازی پر میشه از بات‌هایی که به طور شگفت‌انگیز طبیعی رفتار میکنن. نه فقط گوش به فرمانن، بلکه یاد میگیرن، کمین میکنن و تاکتیکی واکنش نشون میدن. برگ برنده همیشگی بتلفیلد، یعنی همون مپ های بتلفیلد، حالا با مقیاس 4 برابر بزرگتر و پشتیبانی 128 بازیکن اومده. یورش تیم ها برای شکست خطوط دفاعی دشمن با حملات موجی پر از تنش و انفجار روبرو است. ترکیبی از بقا، جمع‌آوری منابع، بیشتر شبیه اسکیپ فرام تارکو ولی با سرعت هیجان انگیز بتلفیلد. پورتال مود اینجاست که خلاقیت به اوج میرسه. تو میتونی بازی رو ترکیب کنی سربازای جنگ جهانی دوم با اسلحه لیزری، تانک مدرن تو خیابان‌های پاریس سال 1942. اینجا ممکنه اصلا. بتلفیلد با موتور فراسبایت، نسخه جدید ساخته شده، نتیجه نورپردازی باقی گرایانه، بافت‌های 4K، تخریب پذیری داینامیک و فریم ریت ثابت، صداگذاری بی‌نقص، صدای اسلحه با تکنولوژی ضبط 3D گرفته شده و انفجارهای توی گوشت میپیچه که فریاد سرباز از هر طرف شنیده میشه. و اگه یک هلیکوپتر از بالا سر رد بشه، حس میکنی واقعا اینجایی. نسخه کراس پلی استاندارد، گلد و آلتیمیت وجود داره که هر کدوم مزایای خاص دارن، از اسکین گرفته تا دسترسی زود هنگام به DLC ها. و خبر خوب اینه که کراس پلی ها به طور کامل تو بازی فعاله، یعنی پلیرهای پی سی، پلیر استیشن 5 و ایکس باکس سری ایکس میتونن بدون مشکل با هم بازی کنن. بتلفیلد 6 در تاریخ 20 اکتبر 2025 منتشر میشه و استودیو دایس قول داده پشتیبانی بلند مدت سیزن پس و بروزرسانی رایگان مداوم براش عرضه کنه. رسیدیم به بخش جمع‌بندی و چرا بتلفیلد 6 یک تجربه انقلابی. مقیاس بی سابقه در گیم پلی چند نفره، تخریب پذیری کامل و تعامل با محیط، گرافیک نسل نو با جزئیات باورنکردنی، سیستم جدید، کلاس ها و گجت ها، امکان ساخت سناریو دلخواه در پورتال مود، کلاس پلی و هوش مصنوعی پیشرفت. اگر دنبال یک بازی هستی که ترکیب باشه از استراتژیک، اکشن، هیجان و باقی گرایی، بتلفیلد 6 را از دست ندید. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودی. اگر خوشت اومد لایک یادت نره، نظرتو حتما بنویس که منتظر کدوم بخش از بازی هستی و اگر اولین بار اینجا هستی سابسکرایب یادت نره. تا یه معرفی دیگه موفق باش و آماده شو برای میدان نبرد.